بچه من که حالتون خوب باشه. امروز برای خودم چالش کلاس کردن در ماینکرافت گذاشتم که اگر نتونستم مجبورن شهری که توش زندگی میکنم به تو لو بدم. پس بریم که رفتیم. اولش 20، دومیش 40 بلاکه و همین سومیش هم 60 بلاکه و آخرش هم 80 بلاکه. ببینیم 20 رو میتونه. میدم که میتونم. 20 که خیلی بلاک کمیه، پس باید بتونم. 3 2 1 یس. نقطه اسپان. بریم سراغ دومیش ببینیم میتونیم زنده بمونم یا نه. بریم 3 2 1. سومی اصلا بعید زنده بمونم، ولی دومی هم مطمئنم که میتونم. به خودت ایمان داشته باش. یه نفس عمیق بکش. بس برو. یس تونستم. بریم سومیش مطمئنم میتونم. مطمئن. تو من دارم میرم بالا. لاشوریو حتما کن و اگه بخوای عضو کانال من شی اینجا رو حتما سابسکرایب کن. این بغل نوشته سابسکرایب کن. باید بتونم. یس تونستم. بریم آخریش که 80 بلاک. اصلا دلم نمیخواد شهری که توش زندگی میکنم لو بدم. وای نه بچه حساب نیست. که بتونم. اگر لایک و ساب نکردین همین الان بکن. چون آخرین کلاج که میخوام بکنم. یه نفس عمیق. بسم الله الرحمن الرحیم بگو و بریم. نتونستم. خب بچه ها از اونجایی که قرار بود من شهری که توش زندگی میکنم لو بدم، پس لو میدم. من شهری که توش زندگی میکنم فردیسه. اگر از این ویدیو خوشت اومد لایک کن.